گایز چطور بچه ما بنی گنگستان خوش آمدین جدید این دفعه اومدیم با هم بیبی یلو پلی بدیم و اشغال زیاد معطلتون نمیکنم بریم سراغ ویدیو لیتس گو یو خب این بچه مایه خب چیه سبزه پیپی کردی مردی که باز طول صلوات بگی من که میدرستم میره بگی بکپ من دقیقا بکپ وایسا اول میخوام بندازم تو این تور بسکتبال چرا سر نشدی خب let's go بگی بکپ چرا خوب پرتش کردم ببینید بچه ها من ببینم با من حوصله کتاب خوندن ندارم ببینیم خوابید عجیبه شهر عجیب بیدار شده یه لحظه چشماش باز شد من که رفتم بشینم پای تیوی به اونا مربوط نیست بچه ها این دیدین این خرگوش رو در بود بچه ها ببینید من یه بار قبلا بازی رو کامل کردم چون یادم رفت ویدیوشو براتون بذارم متاسفانه اون موقعی که در حال ضبط ویدیو بودم چی بود؟ در این باز شد چی شده؟ کجاین؟ کجاست اون؟ کو یادم رفت بغلم بچه بیا گزو بخور البته گزو نخور برو بگی بشم بهتر بگی بکن باشه بگی آفرین شتاب که نمیخوای شب بخیر در وا کرد کثافت در ببند این دفعه امیدوارم نکنم خب لودینگ let's go بیبی بالا حتما نه کو حس میکنم تو کنار من نشسته بود نه آره بچه من همینجوری دارم میگم حس میکنم بدون اینکه میشه پس هر چی میگم قبول کنید چون من بازی قبلا کامل کردم متاسفانه حین ضبط ویدیو یکی از اعضای خانواده عزیز آمده اند متاسفانه نمیدونستم من در حال ضبط ویدیو هستم و اینجوری شد خب بریم فقط من در What? چیکار کنم من اینجا عزیز چکنم یار الو محمد
در وا نمیشه. What? هی من با شیر اینجا برمی داشتم. بگی بخور کسافت در رو من قفل میکنه. دوباره کرید. آقا تو میشه یه بار غذا بخوری ولی نرینی؟ یا ابوالفضل شورت چشمدار وایسا اینا بزی کتش وایسا بینم کجا در میری شورت چشمی بشین بینم میخندی بوز خندی تو باید پاپیون ببندی متولد چندی تو بده من دید دارم برم سیندرلالا بچه بیا شورت چشم دار بگی بکن تو کشو برو بگی بکپ وات؟ من گو خوردم بیا عشقم ببر در قصه بخونم عزیزم بچه اگر کیفیت صدا بعد دیگه باباش کد اینم بذارم کنارش. خب حالا میام داستان خرگوشه برات بخونم. خب یه روزی خری بود به نام خرگوش که خرش رو به خرهای آسمان طوله میخوام دارم میخونم شابل بابل کنار تیکون. خب یه گفتم یه خرگوش خربر بود دید تو زندگی هممون بعدش خداحافظ بای بای. فقط اینجا دقیقا این چیه؟ نمیدونم بیشه درده میخونه این در چیه؟ ما که میریم در اینم باید ببندم. چی در این چیه؟ اینا چیه میگه؟ این قدسی ها؟ خب من الان دنبال نخودسی ها برم چیکار کنم؟ الان اینو من باید چیکار کنم؟ باشه الان من باید چیکار کنم؟ الان من اینو باید بکنم تو کجام؟ خب اینو من چجوری وازش کنم؟ الان من میندازمش توی این دوستم برو توش. چی بود؟ درتش کرد برو توف نکن داشت همه چیز این خونه اسم میکنم شیطانیه اینم شیطانیه فقط الان من اینو باید چیکار کنم؟ این باید ببرم کجا عزیزم؟ الان اینو من باید چیکار کنم؟ دقیقا من باید اینو چیکار کنم؟
این ببینم کجا چی بشه چیکار کنم. این که حالا هم ساق لباس شویست. بچه ببینید من چون بازی رو کامل کردم همه این در رو اول برام بازه. بگم الان اینو بعد چیکار کنم؟ بابا بچه زیاد معطلتون نمی کنم، میزنم بعد نایت بعدی شب بعدی چون من کامل کردم. الان ما نایت چندیم؟ نایت دوی ما میزنیم تره. خب این یه دونم چجوری درش باید برز میکنیم ولی خوب. خب ما بریم تیوی چیکار کنیم تیوی؟ بریم پیش بیبی حتما نه؟ گریه نکن گریه باید عزیزم باید گریه. بذار برات عروسک بذارم. من دیگه رفتم درم میبندم. شب بخیر. خب چه باش خوبی داریم. دیدم تو آشپزخونه کاربرد این چیه؟ خب ما اینو میذاریم. خب ببین من پنیر خیلی دوست دادم، خاطر همین انقدر پنیر میذارم که دیگه کش بیاد. کش بیاد. خب پنیر خیارشون خیلی دوست دادم. خیار شور، خیار شور، پیاز من دوست ندارم بخاطر هم یه دونه میذارم. گارچ هم چون دوست ندارم یه دونه میذارم. آها ببین این دیگه نباشه اصلا دیگه دور کنم. خب گوجه تخم مرغ گوش. خب گوجه خب یه نون دیگه برمیداریم میذاریم روش میبندیم. یا ابوالفضل feed me. What? Oh my god. What? چه ظرفی؟ کدام؟ آقا من ریدم به خودم این چی بود؟ چی نمیشه؟ بیا یا ابوالفضل من گو الان کپید بابا ریدم به خودم این چی بود؟ چی بود؟ چش
چشم بر اونو بخور. بچه من دستم عرق کرد. یه لحظه. چی؟ یا علی گو عزیزم شما بگی بکر. منم براتون عروسکی چیزی میارم بفهمید. من برای شما قراره قصه یا اول فصل جر خوردم پاره شدم ریدم به خودم. من گو خوردم شما پادشاه. بر شما من تعظیم میکنم. علاوه بر این چی؟ میاو. What the fuck? Doing what? اول فاز این چی بود؟ اول پس بذارم رکورده. یس 16 دقیقه کلن شده. بزن میخوام برم. What the hell؟ این چیه؟ چه همینجا داغونه. صدا بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی بچه پشمام این چه بچه چجوری اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. یا خدایش نیامده بوده نیامده کدا سایی بخواب چپم سوسو. خب الان خوابید خودم. این چیه؟ چه موضوع؟ باک ای بچه اینجا دیگه جونت که دوست داری مارنه نترسن. بستونم این چیه؟ یکی بچنم چی پیدا کنم و قطع پیانو پیدا کنم. خب این یکیش. دومی کجاست؟ دومی اینجاست. اینه سومی کو؟ ای مادر عزیزم هندونه مغالی وای کو ها اینجاست. این میخوره نه اینجاست. یه روز آقا خرگوشه میپره خونه موشه پرید تو سوراخ گفت بنانا. میشیم بینیم بچه کروچه ایلاش یعنی از کجا باید بریم هی بریم.
میشه دیگه. یه از این چیزایی که دیسکو میزن روش دیدم، فکر کنم دوباره بزن اونجا. مادر قهوه. بای بای. دستشوی قشنگ. بریم. برو ببین، من دیگه این زندگی به درد نمیخورم. وات؟ کجا برم؟ کجا؟ اوف چقدر دست خودم عرق میکنه. اینا چیه؟ What the heck؟ اینجا باید برم؟ بذار ببینم اینا چیه؟ قیب. 43 17 این چه قفله؟ بذار ببینم 43 17 بزنم. 43 17. خب من چیکار کنم؟ من که نمیتونم برم توش. واقعا اول بچه رو باید امتحان کنیم. برو گم شو. درم ببندی. حرف نزن. طوله. خب درشم ببندم. Don't love you. No escape. No escape. What? Don't love you. What the heck? چرا من باید مصر الفرار بردار بزن برو. ما مثلث برو. اوف یا اول پس یا علی اینجا اینجا دی واقعا شما آمده اینجا چی از من رفتم من قرارم تو آن گوش بده عزیزم اون من رفتم عزیز اما برم از این دنیا. من تو دیگه عمرم بغل کنم. برو با خودت والیبال بازی کن. برو که دست عرق کرده یه ببخشی دادم اینجوری حال پایین میکنم. برو ببینیم بابا تو رسن دوست ندارم. والیبال بازی کن. والیبال آره برای سلامتیتم خوب باشه. اینو میخوام اینو بذارم تبت. اینشه نه باید تو این تلویزیون نگاه کنم. برو گم شو.
تو تختت. با من چرا اینجوریه؟ دارم میام. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ من فقط موندم اسم معنی علامت چیه. شکل بطل کتل ها اونجا داشتم میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم. چی گفتی؟ اول فصل. خب در ادراکتون این نمیذارم تو تخت. من باید این پرت کنم بیرون. برو بینیم. دروازه بهشت به رویم باز شد. بنازم. یا این که دوباره همون جهنم دره است. این چه گفتی؟ خب درم ما پشت درمون میبندیم. یا علی سری پیچید. صلیب بر تو باد. اسب وظیف من ندارم. یومی دهنمون پره میکنم. چی نگم؟ اوه گاد. چون اینجا داره میلرزه. چون اینجا داره بندری میزنه. دوال کن. آخ چند دقیقه شده؟ 27 دقیقه بابا. این چی بود دیگه؟ این یه لحظه این چی بود اینجا؟ اصلا من نمیخوام تایم ویدیو زیاد طولانی بشه، پس پارت بعدی رو میذارم براتون و دیگه اگر خواستید پارت بعدیش هم چند روز دیگه براتون میذارم. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده دوستان، خوشتون اومده باشه خوشتون اومده باشه و لایک کنید، ساب کنید دیگه بچه. کامنت هم دیگه اون پارتی بهتون گفتم که اگر فری فایر رو نگاه کرده باشید دیگه چیزی شده باشه. کامنت ها رو فعال میکنم. کامنت هم اگر تونستم براتون فعال میکنم که بتونید کامنت هم بذارید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. تا پارت دیگر این بیبی لو فعلا خدا حافظ.